در فلسطین و غزه جنگ است در میدان، خواهران و برادران مسلمانم می جنگند با کافران. من مسلمان مشغول به کار و بار هستم سرگردان، چیزی از دستم ساخته نیست هستم از افغانستان. زن و فرزند خود را می کنند قربان، چون دارند بی نهایت به الله ایمان. روز محشر از من مسلمان می شود پرسان، جز حق نگویم که به نام بودم مسلمان. همه در عیش و نوش خود هستند آنان ندارند یک لقمه نان، چون دارای ایمان بزرگ اند جان را به خاطر الله می کنند قربان. چاره ای ندارم جز دعاهای بی پایان، الله بزرگ مسلمانان را بگرداند پیروز میدان.